ترانه‌ای که میخونی چی هست؟ به اسم عزیزترین. این ترانه شعرش از آقای مسعود امینی و آهنگش را آقای محمود قلم‌ملکی ساخته و تنظیمش از آقای ناصر چشم‌زد. عزیزترین رو میشنویم با صدای عارف. دلم امشب چه گرفته، رو لبام خنده ها مردن، همه آدم ها انگار منو از یاد دیگه بردن. تا تو رفتی همه چیم رفت، دیگه هیچ کی فکر من نیست. دل بی تو نامیدم، مال این سینه من نیست. زندگیم با تو قشنگه، بی تو تاریک، بی تو تنگه. دل عاشقا همیشه زخمی دستای سنگه، زخمی دستای سنگه. نفسم پر از صداته، تن عاشقم فداته. ثروتم یه قلب پاکه، دست تو دست نجاته. واسه رفتن دیگه دیره، دل من اینجا اسیره. عزیزم عزیزترینه، عاشق قدیمی پیره، عاشق